الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله و علی آله و صحبه و من والاه. اما بعد، بینندگان و شنوندگان بسیار معزز و گرامی، باز هم خوشبخت هستیم که برنامه ای از سلسله برنامه های معرفی راویای حدیث و امامای حدیث از طریقی برنامه به شما پیشکش میکنیم. و فعلا در این برنامه امام ابن ماجه به توفیق و یاری پروردگار به معرفی میگیریم. جای تعجب به است که باید همه ما به او ببالیم و افتخار کنیم و او است که سرزمین فارس و سرزمین فارسی زبانان و اهل فارس در یک زمانی از زمانها و یا وقتی از اوقات مرکز کفر و سرزمین کفر به شمار می رفت، که سرزمین دین زردشتی ها و مجوس و امثال اینها. اونمو کسایی که یکی از پادشاه های اینها نامه پیامبر صلی الله علیه و سلم پاره کرده بود و پیامبر صلی الله علیه و سلم هم دعا کردند که اللهم مزقهم کل ممزق، خدایا اینا را پاره پاره و پارچه پارچه کن. و ملک و پادشاهی اونها هم بالاخره اونموتو شدن، پارچه پارچه شدن. اما این سرزمین الحمدلله تا ابد به عنوان سرزمین کفر باقی نماند، بلکه این سرزمین در عصر خلفای راشدین جزئی از قلمرو مسلمان‌ها و جزئی از کشورهای اسلامی و قلمرو اسلام به شمار رفت و نه تنها یک سرزمین اسلام شد، بلکه امامای بسیار برجسته اسلامی را ما میبینیم از این خطه و از این سرزمین پیدا میشوند. مثلا امام بخاری را ما میبینیم از بخارا هست که سرزمین فارس و اهل فارس و یا غیر عرب، عجم، اگر ما بگیم عجم که او شامل فارس هم میشه و شامل غیر فارسی زبانان ترک، تبارا و ملیت های دیگه را هم شامل میشه. اونو الحمدلله میبینیم امام بخاری از بخارا هست، امام مسلم نیسابوری از نیشابور هست، امام ابو داود سجستانی را میبینیم از سیستان و سجستان هستند و امام نسائی را میبینیم از نسا هست و امام ابن ماجه قزوینی را میبینیم از قزوین هست. واقعا اینا افتخار بخشیدن و اسلام مربوط به کدام خطه و یا سرزمین خاص نیست که منحصر به حجاز باشه و نجد باشه و یا سرزمین عرب باشه. ما میبینیم اگر حدیث آغازش از مکه و مدینه شده و چشمه حدیث اگر از اونجا جاری شده، اما این چشمه بالاخره این حدیث نبوی در سرزمین های دیگه رشد بیشتر کرده و پخش ازی و معرفی ازی و تالیفات در رشته حدیث میبینیم توسط کسایی میشه که عرب زبان نیستن، یا مربوط به بخارا میشن یا مربوط به قزوین و نسا و نیشابور و سجستان و دیگرها. به هر حال یک افتخار بود که اگر این مردم در آغاز اسلام، درست از در آغاز اسلام و در صدر اسلام هم ما امثال سلمان فارسی را داشتیم، اما الحمدلله باز هم در سالهای بعدی اهل فارس نقش بسیار برجسته در اینجا در نشر حدیث میگیرن و در خدمت حدیث و در خدمت دین میگیرن. اونو الحمدلله یک افتخار هست و افتخار بزرگی هست. به هر حال امام ابن ماجه قزوینی، نامشان محمد، کنیتشان ابو عبدالله محمد ابن یزید ابن ماجه قزوینی، یکی از جمله امامای برجسته حدیث به شمار میره که در حفظ سنت نبوی و در نشر سنت نبوی نقش بسیار فعال و برجسته میگیره و واقعا توسط اینمی امامای حدیث پیشینگویی پیامبر صلی الله علیه و سلم هم صدق میکنه. از ابو هریره روایت شده، ابو هریره رضی الله عنه میفرمایند كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم،
میگن ما نشسته بودیم در محضر پیامبر صلی الله علیه وسلم و در نزد پیامبر صلی الله علیه وسلم، فانزلت علیه سوره الجمعه، سوره جمعه بر پیامبر صلی الله علیه وسلم نازل شد، و فیها قول الله تعالی، و در سوره این آیت بود که و آخرین منهم لما یلحقوا بهم، یعنی پیامبر مبعوث شده طوری که در مابین امیین مبعوث شده، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم. باز میگه و آخرین منهم، همچنان به کسای دیگه هم مبعوث شده که لما یلحقوا بهم، تا هنوز با امیین پیوست نشدن. ابو هریره میگه ما سوال کردم. ابو هریره که لقب حافظ صحابه را داره، یعنی بیشترین کسی که روایات رسول الله صلی الله علیه وسلم حفظ کرده و ذخیره کرده ابو هریره بس. و ابو هریره با وصف ازی که تنها 4 سال در محضر پیامبر صلی الله علیه وسلم قرار داشتن، چون در سال 7 هجری خیبر مسلمان شده بود، 4 سال در صحبت و محضر و حلقه پیامبر صلی الله علیه وسلم قرار داشت. اما با وصف ازی روایاتی از روایات کسایی که بیشتر با پیامبر صلی الله علیه وسلم یک جا بودن که 4 سال و 5 سال و 6 سال و حتی 10 سال، روایات ابو هریره تعدادش زیاد میشه. چرا؟ علتش یکی از علتهای مختلف داره. دعای پیامبر صلی الله علیه وسلم در حقش است. علت دیگهش حرص و رغبت و میل ابو هریره به روایت و به حفظ روایات رسول الله صلی الله علیه وسلم، طوری که در صحیح بخاری یک حدیث می ابو هریره رضی الله عنه از پیامبر صلی الله علیه وسلم سوال میکنه من اسعد الناس بشفاعتك یا رسول الله، ای پیامبر صلی الله علیه وسلم نیکبخترین مردم با شفاعت شما کیست؟ یعنی چی کسی از همه بیشتر موفق میشه که شفاعت شما را به دست بیاره و نائل شوه به شفاعت شما؟ پیامبر صلی الله علیه وسلم پیش ازی که، یعنی این حدیث امام بخاری در کتاب العلم و در زیر عنوان باب الحرص، موضوع حرص بر طلب علم ای میاره. هدفش ایست که علم یکی از شرایط و یا شرط به دست آوردن علم حرص و رغبت هست، طوری که مردم در جمع کردن مال و به دست آوردن مال چقدر حریص هستند و چقدر حرص دارن و رغبت دارن و میکوشن، شب و روز میکوشند و میتپند. اینمی تو یک کسی که خواسته باشه علم به دست بیاره، باید اونمو تو حرص داشته باشه، اونمو تو رغبت و علاقه داشته باشه و میل داشته باشه. اونو پیامبر صلی الله علیه وسلم پیش ازی که به جواب ابو هریره بپردازن، میگن لقد ظننت، ما گمان داشتم و کرده بودم، الا يسأل عن هذا الحديث احد قبلك، که پیش از تو هیچ کسی دیگه در مورد اینمی حدیث از ما سوال نکنه. چرا؟ لما رأيت من حرصك على الحديث. اینجا پیامبر صلی الله علیه وسلم خودشان شهادت دادن که او حرصی را که تو ای ابو هریره داری، حرص غیر از تو کسی دیگه نداشت. پس من هم به این گمان بودم که اولین کسی که اینمی سوال میکنه من اسعد الناس بشفاعتک تو باشی، چون نمور رغبت داشت و پیامبر صلی الله علیه وسلم بر رغبت ازو و به حرص زیادی ازو هم شهادت داده بودن. ابو هریره اینجا سوال میکنه من هم یا رسول الله، امی کسایی که در آیت گفته شده که و آخرین منهم لما یلحقوا بهم، اینا کیستن؟ معرفی بکنین. فلم یجبه الرسول صلی الله علیه وسلم، میگه پیامبر صلی الله علیه وسلم جواب نمیتن. حتی سأله ابو هریره 3 مرات، 3 بار ابو هریره سوال میکنه و این منمو حرصش است. بعد از او باز میگه فوضع الرسول صلی الله علیه وسلم یده علی سلمان الفارسی ثم قال، پیامبر صلی الله علیه وسلم دست خود از سر شانه سلمان میمانن و باز میفرمایند لو کان الایمان عند الثریا لناله رجال او رجل من هؤلاء، اگر ایمان اگر در ثریا هم باشه، یعنی بسیار بلند و بالا و دور هم باشه، باز هم اینمی مردم ها، اشاره به سلمان میکنه، اینمی مردم ها اونو پشت ایمان میرن و از اونجا ایمان فرا میگیرن. پس اینمی فرموده پیامبر صلی الله علیه وسلم که صدق میکنه، به سبب اینمی امامای حدیث صدق میکنه که روایات و ارشادات پیامبر صلی الله علیه وسلم اینمی مردم جمع میکنن و اینمی مردم به مردم عرضه میکنن و معرفی میکنن که از جمله امام ابن ماجه قزوینی هم است.
به هر حال سرزمین قزوین که فعلا هم قزوین در حدود جغرافیایی امروز یک از شهرهای ایران هست که در آذربایجان قرار داره. امام ابن ماجه قزوینی در قزوین چشم به جهان باز میکنه و ابن ماجه ای را گفته شده میگه این لقب پدرش هست، پدرش یزید، اونو ابن ماجه لقب پدرش هست، مشهور به ابن ماجه اونو به لقب پدرش این مشهور شده. امام ابن ماجه در سال 209 هجری قمری چشم به جهان باز میکنن و ولادت اینها در زمان مأمون، خلیفه مأمون، اونمو دوره‌ای که مأمون بود، او دوره مشهور و یا دوره پر از امامای فقه و حدیث بود. در همچو یک عصر و یا در همچو یک دوره زمانی امام ابن ماجه نصیب یاریش میکنه در همچو یک دوره و در همچو یک برهه تاریخی و زمانی ای تولد میشه. و قزوین و شهر قزوین در خلافت عثمان ابن عفان رضی الله عنه در سال 24 هجری ای فتح شده بود و در روایت حدیث شهر قزوین شهرت بسزایی داشت. از امی قزوین محدثین بسیار بزرگ پیدا شدند و احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم نشر و پخش کردند و در نشر و پخش حدیث قزوینی ها و امامای قزوین و علمای قزوین سهم بسیار بارز و برجسته گرفتند. امام ابن ماجه قزوینی قرآن کریم حفظ میکنه، چون عادت علما در او زمانی بود که قبل از همه کوشش میکردن قرآن حفظ بکنن. قرآن کریم حفظ میکنه و حدیث شریف از مشایخ و محدثین و اساتید بزرگ امثال اسماعیل ابن توبه قزوینی که یک محدث و فقیه مشهوری دوره خود بوده از او فرا میگیره، از هارون ابن موسی ابن حیان تمیمی، از علی ابن محمد ابوالحسن طنافسی، از دیگران که ما اگر سنن ابن ماجه را باز بکنیم اونم اولین نامی که میآید نام استادش است، حدثنا فلان حدثنا فلان حدثنا فلان، اساتیدش است که در سنن ابن ماجه. امام ابن ماجه تنها به اساتید و یا به شیوخ حدیث در خود قزوین اکتفا نمی کنه، بلکه مثل امامای دیگه حدیث به خاطر طلب علم بیرون میشه از قزوین و از یک شهر به دیگه شهر و از یک منطقه و سرزمین به سرزمین دیگه به خاطر فرا گرفتن علم و به خاطر شنیدن و روایت احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم حرکت میکنه. میره به طرف خراسان، میره عراق، میره حجاز یعنی مکه و مدینه، میره مصر و شام و مناطق دیگه میره. بالاخره باز پس بعد از اینکه روایات و احادیث از اساتیدی که در می مناطق هستند اون از اونا فرا میگیره، پس به طرف قزوین برمیگرده و بقیه عمر خدا یا متباقی عمر خدا در خدمت حدیث و در منطقه قزوین اونو سپری میکنه. بالاخره در زمان خلیفه عباسی معتمد علی الله در روز دوشنبه سال 273 هجری قمری وفات میکنه و روز سه شنبه 22 رمضان سال 273 هجری تقریبا در عمر 64 سالگی وفات میکنه. امام ابن ماجه وفات میکنه و با وفاتش نام ازی خاموش نمیشه و چراغ نامش خاموش نمیشه، بلکه در نتیجه تالیفاتی که ای از خود به یادگار میگذاره نامش تا هنوز روشن هست و نامش زنده هست. اون حدیثی که ما در یکی از برنامه ها خوانده بودم، زمانی که انسان بمیره و وفات کنه عملش قطع میشه غیر از 3 عمل، که یکی از جمله 3 عمل صدقه جاریه اگر از خود مانده باشه، اولاد صالح مانده باشه، یا علمی که از اون نفع برده شوه. اونو از امام ابن ماجه تالیفات و کتاب‌های بسیار مفید و ارزنده‌ای مانده که سبب زنده ماندن نامش شده. اون ابن ماجه هم در تفسیر تالیفات داشته هم در تاریخ، اما مشهورترین کتابی که از ابن ماجه مانده و به سبب اونمو کتاب ابن ماجه یکی از امامای حدیث به شمار رفته و سبب زنده ماندن نامش شده
و یکی از کتاب‌های معتبر حدیث به شمار میره، اونمو سنن ابن ماجه هست که این مکملی اونمو 6 کتاب حدیث هست که کتاب ششم سنن ابن ماجه هست و او 6 کتاب طوری که در برنامه‌های مختلف ما او کتابا را با مؤلفینشان به معرفی گرفتیم. اونو در قدم اول صحیح البخاری بود، با صحیح مسلم بود، با سنن ترمذی و سنن ابو داود و سنن نسائی، بالاخره سنن ابن ماجه. و سنن ابن ماجه هم خصوصیت، هر کتاب از خود خصوصیت و بعضی ویژگی ها می داشته باشه، طوری که هر مؤلف و هر امام از خود بعضی ویژگی ها را داره و این سنت الهی است. الله تعالی همه را یکسان نآفریده. اونو همه امامای فقه، مثلا ما 4 امام فقه داریم، اینا هر کدامشان یک ویژگی و یا یک خصوصیتی داره. یکشان در یک بخش زیادتر به اصطلاح درخشیدن و برجستگی نشان دادن، یکیشان در یک بخش دیگه، یکیشان در یک بخش دیگه. مثلا امام شافعی سے در لغت و در درک و فهم لغت و در فصاحت و بلاغت شهرت بسزایی داشتن. امام مثلا احمد بن حنبل سے در روایت حدیث، امام مالک سے در یک بخش دیگه. اونمی امامای حدیث هم از خود برجستگی های خاصی داشتن. امام ابن ماجه را کتابش، خصوصیتی که کتاب ابن ماجه داره و ایست که بسیاری از احادیثی که در 5 کتاب حدیث نیست در این کتاب دیده میشه. یعنی درست است که امام ابن ماجه احادیثش از لحاظ قوت به او 5 کتاب دیگه نمیرسه. یک تعداد راویای ضعیف، حتی بعضی راویایی که متهم به وضع بوده، از اونا هم روایت شده. اما یگانه عامل و سببی که اونمو سبب شد تا کتاب ابن ماجه کتاب ششم قرار بگیره و در ردیف ششم قرار بگیره، علمای حدیث میگن سببش اونمو کثرت تفرداتش، یعنی او روایاتی که در 5 کتاب حدیث نیست، تقریبا از 1000 بیشتر. اونو به او خاطر ما میبینیم علمای جامع الاصول من احادیث الرسول اونو کتاب ششم ابن ماجه را نگرفته، بلکه کتاب ششم نزد از اون موطا امام مالک سے بس و ابن ماجه را به خاطر از این نگرفته که بعضی از راوی های ابن ماجه از لحاظ ضعف، یعنی یک نوع ضعف در اونا بیشتر هست. اما زمانی که ابو طاهر مقدسی یا ابن طاهر مقدسی که کتاب نوشته میکنه به نام اطراف الکتب السته، تحفة الاشراف نوشته میکنه که اطراف کتب سته را اونو هم میفهمه امام مالک یا موطا امام مالک با او بلد و آشنا هست، ولی موطا امام مالک سی به نمیگیره و سنن ابن ماجه را انتخاب میکنه کتاب ششم. و بعد از او باز علمای دیگه با مو سبک میرن، مثلا الکمال فی اسماء الرجال نوشته میشه رجال کتب سته، بعد از او باز تهذیب الکمال، بعد از او باز تهذیب التهذیب. یعنی علت چی بوده، سبب چی بوده که سنن ابن ماجه کتاب ششم و یا جایگاهی کتاب ششم میگیره؟ علتش ای بوده که تقریبا بیشتر از 1000 حدیث، 12 و یا 1300 حدیث طوری است که در کتب خمسه نیست، نه در صحیح بخاری است، نه در صحیح مسلم است، نه در ابو داود و نسائی و نه در ترمذی هست. اما 5 کتاب دیگه اونو اکثریت احادیث طوری است که حتما در همگیش نباشه، در 2 تا و 3 تا هست. اما ابن ماجه را یگانه عاملی که سبب شده کتاب ابن ماجه و سنن ابن ماجه در ردیف ششم قرار بگیره و در جمع کتب سته به مردم معرفی شود، سببش اونمو کثرت موجودیت احادیثی که در 5 کتاب دیگه نبوده و این یکی از خصوصیت ها و یا از ویژگی های خاص سنن ابن ماجه بوده. اونو با این ترتیب با معرفی سنن ابن ماجه برنامه معرفی اعلام حدیث، تقریبا 6 امام حدیث همراه کتابایشان به شکل کوتاه‌تر و فشرده‌تر به معرفی گرفته شد. الله تعالی همه ما را توفیق نصیب کنه تا به خط مشی امی امامای خود بریم و اونمون نام نیکی را که اینا کسب کردن ما بتانیم در اونمون نام نیک ما هم سهیم شویم. اقول قولی هذا و استغفر الله لی و لکم و السلام علیکم و رحمت الله.